همدوران عزیز سلام علیکم. قرار داریم در دهه چوربوغ نوحه ورزوب در نزدی درخت پیسته در خانه بابای فرهاد. بابای فرهاد سلام علیکم. السلام علیکم. این از اولادی من هستن، یک از شخص بزرگترین هستن. ما اومدیم که نوار گیریم پیسته اکای فرهاد. اکای فرهاد هم پیسته شما چند ساله است؟ همه 15 ساله. 15 ساله است. هر سال میبنده؟ هر سال خیلی چیزی همون چیزی میبندن، رزق روزیش. رزق روزی. فقط گذار میگم که همین چیزی بنده برای فرهاد. درخت آب میتید؟ هر هفته آب میتیم. هر هفته آب میتید. همزیش آب سر میتید. من کندگی مودگی آب سر میتم تمام. تمام. یگان آزوقه یگان پرو. یگان آزوقه پرو. همین 15 ساله یا برد دیگه پرو تمام دیگه چیکار کنید؟ شما این اگر 2 سال 3 سال بود پرو تید این بویا برو بسیار میبندد کو. خیلی من ولی خندگی دست راکش ولی من همین ولی کردم. همدیور عزیز من نوار رو گرفته تلفن رو گرفته از نزدیک از شما این نشون میدم. این بستگی این پیسته رو ببینید اگر هوش سرتون میرود اینو ببینید. اینو ببینید. پیسته ایرانی است. من آدم میچینیم. میچینید. انا پخته آماده شده است. من این قدر چیندم. همه با کافیدگی. باز اینو میکشویم. من نه همش خندان شده است. من پیسته غلطی دیگه هم رو گیرم. بچه اینو ببینید. من ببینید. همش خندان. اکو فرهاد. لابا. همه که پیسته خندان همش میشود همین. میگه تا اگر دروغ نگو ممکن 90% یا 80%. 90% 80% هم که شده میشه. 80 همین چی نکرده در زمین درخت چند کیلو میگیره شما؟ ما چی نکردم ما میگه چرا میره رو یک ستیل متر؟ ممکن این زیاد هم میدودگیست. ممکن نکنم. این زیاد یک ستیل نه 4 ستیل متر. و هفت شبینه. بلون گیش بینید. همدوران عزیز دیدید نه؟ اینو ببینید. و بالا ببینید. برگ نه فقط پیسته خالی است. من اینو شبینه. اینش نه اینو ببینید. من نزدیک ببینید. اینو ببینید. خوشا ببینید. چه بستگی است. من رخصه بود از زمین. بیرون نه. من زمین این علاقه زمین در اقتصاد است. من پختگیش میرزه. من تگیش میولد گفته حافظ که خمش. کنی. یا جنبون میرزه. انا. اون ریخت. همدوران عزیز. چی گفتنی هستم؟ واسه بو اکی فرهاد سوال میتونم. اکی فرهاد. هم مهنت بسیار دارد؟ نه مهنت ندارد. پیام میکنید آب میتید چرا؟ کسل شیره نمیزند. کسل شیره نمیزند اینجا. نه من دو زگو چیز دیگه نیستم من. یا اون چیز دیگه نیست. نه. یگو دو زگو نیستم. فقط یکی اسکارو اینجا دو همین کم پیدا میشه. همین چه من نمیدونم. نه این کسل نیست. این فقط میشه تمام دیگه. این همین خاص پیسته هست. این خاص پیسته است. لیکن به هر حال دو روزه اگر با بهتر میشود. برای احتیاط دو روزه در کار بود. یا نکن ببینم که دو روزه در همه وقت. همه وقت. همدوران عزیز من اکی فرهاد. من درخت پیسته با شما نشون دادیم که اگر شما در زمین نزد حولیگتون من همین زمین نزد حولیگه است دشت نیست حولی است خوری است 4 تا 5 تا 10 تا پیسته شونید خودتون پیسته میخورید با بازار برورده اونجا موک هست اونجا موک هست بازی میبینیم حیوان که انگور است انا ببینید که چقدر میوه قیمتترین این تقریبا 150 تومان کیلوش بوده گیست بزرگ هست 150 این پیسته ایرانی بوده است کلان اینجا بیاره این حجمان کلان بوده است حجمش بیاد کلان حجمان بیاد کلان بوده است اینو ببینید و پیسته خندونی بهترین بوده است من شما کشویم ده کنی نه کشوده شده است ما چی گفتنی هستم همدیران عزیز هر سال از این پیسته ها من نیهول های بهترین سورتش رو میبرم ترکی نام این انتیپ امسال من تصمیم گرفتم که بر وقت را گروامو دیگر پیسته ریشش شدنه ریشش در درون ستیل قیمت هم باشه در درون ستیل بیارم خاکی آدما 20 سومی 10 سومی 20 سومی 30 سوم قیمت که گرفتن همونا شنوندن و همون خوکش قطی چسبه و من دیگر ایراد نشود برای که من میگیرم میبرم در ولایت خوجند ولایت سوخت شهر خوجند همه آب میتید هر یک روز پس همه پیسش میگیرد و در دیگر طرفای نویا شون نمیاد آب میتید نمیتید بعد به من ایراد میگیرن که پیسته نچسبید
برای هوای من دیگر اکن کفالت نمیتیم که نچسبید برای که من سبز میبرم امسال در درون ستیل میبرم نرخش تخمینا 150 سومانی میشود چون که و در درون ستیل قیمت است من وزبین است خوکش 5-6 کیلو است این رو فقط آدم میفهمه دیگه میفهمد که من اگر 4000 دانه بیارم اگر یا 3000 دانه بیارم یک ماشین میشود یک ماشینش 13000 دلار میبرد راهپولی 13000 دلار میگیرد 6000 دلار زتموشک ترکیه میتید 3000 دلار رستموشک تاجیکستان 3000 دلار نالوگ میتید این علاقه 30000 دلار فقط راسخودی من گذشت رفت و من خودم رفته در اونجا سمالیات پولی که در رفتنم در کار خوب بیمانخانه و خورد و خوراک با 4000 دلار دیگه خلاص گپ تا که 40000 من هم که پول میبراید از حساب همون فایده پیستا برای همین وقت قیمت میغلطد ولی بسیاری میگن قیمت میفروشی فکر نکرده گپ میزنن و قیمت میبرم برای که وقت قیمت میغلطد تو همینجا 13000 میگیرد یک تا ماشینش انا هم دوران عزیز اگر از همین پیستا شما درخواست کردنی باشید با من درخواست کنید من البته به شما میبرم امسال در ماه دکمبر رفتنی هستم در درون ستیل پیوندی ترکیهش رو میبرم که رقم یک در جهان کیلوش 200 سومون در بازار میستد همدوران عزیز همین نواری من معقول شدگی باشد لایک مونید پادپیسات کنید اما گپ گویید گپای خوب گویید گپای گنده نگویید گپای گنده هیچ وقت در هیچ کس در کار نیست منم خیلی پیستای جانون در حولهاتون کنید در دشت و باغهایتون کنید این مهنت کم دارد پول بسیار دارد با نبره و بره و کبره و چبره و صغیره های شما بس است یعنی که آخرام بعد صغیره میرود نه بعد 7 پشت انا همدوران عزیز در پناه خدا باشید خدا نگهبان شما باشد من آورگیرم Vayış nara ya? باش نه من همدوران عزیز 2010 قبودون آوردیم وای بلو را بینید همین پیستویا بلو بینید 4 تا آوردم 2 تا پاکرم 2 تا گیرم این غرق پیستایی بعد کی اومد کی نه به نظر میاد اینه بینید باید نه شب بعد شکل بشه من این طرف ایستم ای پشت افتاب ایستم ها من دوستان عزیز من در خدمت شما نهال پیستا رو از من درخواست کنید چند هزاری در کار پیشکی گوید با بیارم یک ماشین تا 3-4 هزار دانه میبیارم بسیار نمیبیارم Acı bastı.